squad. Yo, come here. Come to shoot. Be disappointed with their fans because these images from social media, you can see there of the Manchester United team coach, objects being thrown at the bus. You can see as well some of the blacked out glass there broken by whatever objects are being thrown there. A number of fans holding up cameras, taking images of what was happening outside the Boleyn ground. Wayne Rooney's words were, it was smashed up, the team coach, as it approached the ground. Much more on that, unfortunately, to come later on what's meant to be such a special night for the Boleyn ground. نگاه کنید فقط هرچی دستشون میاد دارن پرت میکنن تو منچستر من یونایتد. وای زدن تو شیشه اتوبوس. چه خبر شده؟ جلودار اینا هیچکی نیست. باطل هست که میپره تو سر من یونایتدی ها. اوه 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 یه ردبول الان رفت حالا. انگار انقلاب شده این قسمت. هیچکی جلودار اینا نیست. هرچی دستشون داره کنترل از دست خارج میشه و گزارش ما رو داریم لایو از استادیوم وستهم. این استادیوم میدونم که من یونایتدیه بیچارن که گیر کردن وسط تمام هوادارهای وستهم. اوضاع اصلا براشون مناسب نیست. اوه اوه یه باطل دیگه اومد. یکی دیگه اونجا آتیش زدن. این یه کاری دارن باشون میکنن که دیگه هیچ شانسی نداشته باشن. همینجوری باطل شیشه است که میخوره تو شیشه. اوه این یکی خیلی بد بود. اسبا رم کردن خیلی بدجور شد. یه دونه اتک زدن که مردم خورده متفرق شن ولی از این وریا نیست، بیشتر اون برن. خب این داره میره تو. اوه 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 وای 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 نگاه کنید. ببین این بر قضیه است. اون بر قضیه هم وقتی وستهم میره اونجا همین داستانو دارن و اینجا زیاد دلتون نسوزه. بازیکن‌ها رو بعد زودتر می آوردن که این داستانا نمیشه. ولی جالبه ببینید. اوه اوه میزنن پلیس هر کی دستشون بیاد میزنن. صدای ما رو از استادیوم وستهم داریم. یه باطل زیبا خورد تو سر بدبخت این وسط. تا برنامه‌های بعدی.